پارسا سادم، خوش اومدیم به این ویدیوی جدید. اومدیم از سری ویدیوهای سروایول من ماینکرافت. به 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 به. اومدیم بچه بریم اشغال بکنیم. اینجا تنظیمات و اینا هم دارین و اینا از اینا به آن بکنم، شاید به کار شاید ازش استفاده من نمیکنم. اینا رو نرمال میذاریم، سروایول اسمش هم میذاریم 100، همون ساد خودمون. خب کریتش بکنیم و بچه ها شروع بکنیم. اینو تا کجا میتونیم پیش بریم، چقدر میتونیم. خب بچه ها یا خدا بهترین بایوم ممکنیم. خیلی خوب، عالی، پرتقالی. از این بهتر نمیشه بایوم. چوب قرمز پیدا میکنیم. خب بکنم بگم کامل. خب اسکینم بچه ها، اسکینم نیومده بالا. خب اسکین من نیومده. من این مشکل هر دفعه دارم. خب اشکال نداره، بریم کامل تو پارت بعدی سعی میکنم اسکینمو بیارم براتون. با همین الکس بریم جلو. خب جایی کلنگ یا تبر بریم حالش رو ببینیم. خب اینو بگم چی هم بشه این بلاکا. کامنتا بگین چیه اسمشو بریم اونجا. فکر کنم خوب باشه. نه چون من چند تا چیز دیدم، یه بایومی دیدم چسبی بود بایوم، فکر کنم اونه. آره اونه. نه آره اونجاست. خب باین دمیج اولمون خوردیم. خب نمیخوام تو آب برم، نمیخوام. خدا گیر کردیم دیگه آخرشه. آره رسیدیم به این بایومه. خیلی هم کلا آبم مثل لجنز داره. آب رو مخمه بچه ها، واقعا آب رو مخمه بچه ها. اونجایی که معلومه جای دوربین نداره ویدیو. دوربین من هنوز اوکی نشده. بعضی اصلا دوربین بذاریم چون تو ویدیوی قبلی اذیت هم میکرد. حتما بچه یک سر به کانال من بزنین. بقیه ویدیو هم بچه ببینین، یه سر بزنین. چیزای خوبی گذاشتم.
چون منطق ماینکرافت. این همه رو من چرا خب کم دیگه چوب بگم بریم دنبال سنگ و بعد آیرون و بعد که بقیه چیزا. راستی بچه ها یادمون نره دنبال غذا هم باشم، دنبال غذا هم یادم باشه، غذا رو یادم نره. خیلی غذا ممکنه خوب باشه الان برامون. حرفای دارم میزنم در حد جواد خیابانی. بچه ها همه بنویسین ها، یه کاغذ بردارین شروع کنین نوشتن. واقعا این حرفای من خیلی هم عالیه، گوش بدین. راستی بچه ها کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا پارت اون زنگولم اگر دوست داشتیم بزنین تا بقیه پارت های سری ماینکرافت ها بقیه ویدیوها با خبر بشین. خب را بیافتیم دنبال گوسفند. اولین مابی که باید الان دنبالش باشیم گوسفند خیلی میتونه الان بهمون کمک کنه، ولی اگه میتونست کمک کنه الان زودتر میتونه شما باشه. چی اونجاست بچه ها؟ خب خوبه غذامون هم جوره. چیه؟ ویلیج بچه ها خیلی عالی شد. غذامون بیشتر جور شد. شاید میریم آیرون گالمشون هم میزنیم. چقدر هی ببی وایسا. خب چه فیس باحالی داره. اوه بخاطر ریسورس پکی که زدم ماهیه بچه ها. ماهی انقدر گنده است. از خوکه گنده تره. اوه ماهی ماهی هم خوبه بچه. ماهی هم یه تقصیر. وای بچه ها دیدین بزنم تو خشکی اسمشو یادم رفته. اول این بچه ها سراغ ویلیج، خب بعد بیایم سراغ این یکی. نمیدونم آخه وسایل کی ندارم برم سراغ اون. دوی دید بزنم. کجا رفت بچه ها؟ کجا بود؟ دیدمش. سنگ. واقعا بچه ها موندم بین دو راهی. کمک کنیم به من خانم. فرنیس درست بکنیم. گوشتا بزنم توش برم اونجا. خب بچه بزنم اینجا هم بالاش نزین. اینو میدیم به اینو میدیم به این. خب بچه نگاه کنیم اینو دادیم به اینو میدیم به این. بعد اینجا نگاه کن اینو میدیم به اینو میدیم به این. مشتباقتش کن بچه ها. چقدر نمکم چقدر خنده دارم. کم دیگه درست شد. نگاه اینو دادیم به این. نشستم به گوشت ها نگاه میکنم. چوب ها میگوین آخ
دارم میسوزم آتیش میگیرم دارم آتیش میگیرم آتیش هست میگیرم وای 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 بچه میریم سراغ اونا فقط به قصدی که لوتش بکنیم و فقط لوتش کنیم هم چیکار کنم شبم میزنیم شب خون میزنیم خیلی میتونم ببی تو بازی باشی سینا ترسیدی هنوز بچه فکرم کسی فای کجا خالی برو دیگه بدو بدبختی نمیدوه یه نفره بچه اینجا بریم بالا عالی هویج واقعا نمیشه یه ماب بهت یه آیتم بهتری داشته باشی چیکارش کنم بکنم نمیشه سارا دیگه دو نفرم بچه ها اوه زد بدم زد کم نیست بچه گی کردیم سونا چه موندم اینجا چیکار کنم با خدا من از کجا آمدم بچه به نظر شما بگم بدوم فرار کنم شاید نتونن بزنن آره سیب بوم برم میدونم نمیدوه بدو فرار کن فرار کریپر وای کریپر اسکلتون این ببیه اینجا بود دیگه اون ویلیج است همینجوری برم سمت ویلیج میرسم دیگه بالاخره وای نه اسپایدر وای چه لحظه قلبم وایساد نه اینجا قلبم وای اوه
موسم بچه باشه به کلیدر و اینا. زامبی حمله میکنه دیگه. وای 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 گوشت بچه اندازه یه لشکر زدن دنبالم موندم. آخه بهشیم همه چی بده بمی دیگه بمی. یس. اسپایدر دنبالمه. وای 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 هم با وای 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 فرار کردم. چه سریع فرار کردیم. ممکن هنوز فرار نکرده باشیم با اون سرعت و دقت. خب خودم برسونم توی خونه تمام. بچه همچنان میبینیم که یه ویلیجر بچه ویلیجر گوگل مگول خوابیده اینجا. کاری باش نداشته. بچه ها کرافتی تیبل آوردم. خب کرافتی تیبل اینو میدم. خب پشما میتونستم بیام. حالا سبل خب بچه ها اولین شبمون بود که خوابیدیم. چشم نداره. چشمت کوکو بودی. خب مرسی که بچه تا اینجای ویدیو رو نگاه کردیم. مرسی واقعا مرسی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بچه ها. تا ویدیو بعد پیس اوت.